بعد شروع میکنیم کرم پودرشون رو میزنیم. کانسیلر زیرم زدیم، با کانسیلرهای سبزمون هم کار کردیم، حالا با کرم پودرمون کامل از بالا شروع میکنیم میزنیم. رنگ دلخواه رو میپرسین. این خانوم میخواد از رنگ پوست طبیعیشون 2 درجه روشن‌تر بشه، به همین دلیل تا 2 درجه ما مجازیم که از رنگ پوست انتخابیش بزنیم. اول کار با قلم پخش کنید که کانسیلرهای سبز زیرتون از بین نره. کامل با قلم پخش میکنیم. انقدر این فید این میکاپ فوراور قویه که یعنی یک نقطهش کامل جواب میده براتون. بعد از اینکه اینو زدید شروع میکنید با بیوتی بلندرتون سریع محوش میکنید رنگ چربیشو، ضربه میزنید چربیشو میگیرید. میریم یه ناحیه دیگه روی بینیشون. بچه ببینید زیر قسمتی رو که کانسیلر زدیم مستقیم فاندانشن استفاده نمی کنیم، زیرش رو فاندانشن میزنیم، به این قسمت ها رو فاندانشن میزنیم. دوباره یه ناحیه ای رو که گذاشتیم، چون باید این میکاپ فوراور سریع کامپکت میکنه، باید سریع بلندینگ بشه. چربی اضافه پوستش رو میگیریم با انتهای اسفنجمون. بالا رو نگاه کنید. بالا با نوک اسفنجمون خونی که زیر پوستمون بوده رو ترکیب میکنیم، اون رنگ رو با رنگ اصلی کرم پودرمون که فقط یک حاله از این رنگ کانسیلر زیر چشم بیفته. دوباره بلافاصله از قسمت بعدیمون شروع میکنیم. کل سطح پوستمون رو به همین روش کرم پودر میزنیم.